سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از آموزش تطبیق بدن. توی این ویدیو میخوایم سوزن‌ها رو بررسی کنیم و باهاشون آشنا بشیم. سوزن‌ها جزء ابزارهای کاربردی هستند که به دو خانواده تقسیم میشن. خانواده R و خانواده F. R مخفف راند یعنی گرد، F مخفف فلت یعنی تخت هستش. پس دو مدل سوزن داریم، سوزن گرد و سوزن تخت. سوزن‌های خانواده R میشن این دوتا، RL و RS. حالا میخوایم ببینیم نوک این سوزن‌ها به چه شکله و برای چه کاری استفاده میشه. ببینید نوک این سوزن‌ها RL و RS به این شکل هستن. سوزن RL نوک سوزن‌ها خیلی به هم نزدیک هستن. اینجا نمای روبروش هست، به این شکل بکنید. این نوک انگشتای من سوزن هست، بکنید از روبرو دارید میبینید. نوک سوزن ها میبینید فاصلش خیلی کمه توی مدل RL، ولی توی مدل RS میبینید نوک سوزن ها اینجا معلومه فاصلشون بیشتره که سوزن RL مخفف راوند لاینر یعنی سوزن گرد لاین زن یا خط زن هستش. سوزن RS مخفف راوند شیدر سوزن گرد سایه زن هستش که RL برای اجرای لاین، مخصوص اجرای لاین هستش و باهاش سایه های داتفورکی هم اجرا میشه. سوزن RS مخصوص سایه زدن فضاهای کوچیک و پر کردن فضاهای کوچیک هستش. این از خانواده R. خب بچه ها، خانواده F از 4 مدل سوزن تشکیل میشه. سوزن F، سوزن M2، سوزن M1 و سوزن RM. سوزن F به صورت ردیفی و کنار هم قرار میگیرن و دارای یک ردیف سوزن هستند و جزء سوزن‌های منسوخ شده است که ازش زیاد استفاده نمیشه به خاطر آسیبی که به پوست وارد میکنه. دومین سوزنمون سوزن M2 مخفف مگنوم 2 که این سوزن‌ها کنار هم ردیفی قرار میگیرند و دارای 2 ردیف سوزن هستند، برخلاف سوزن F. سوزن M2 دارای 2 ردیف سوزن هستند ولی سوزن‌ها فشرده تر و نزدیک به هم هستند. این سوزن هم جزء سوزن‌های منسوخ شده هستند به خاطر آسیبی که به پوست وارد میکنه. سوزن بعدیمون، سومین سوزنمون، سوزن M1 مخفف مگنوم 1 که این سوزن ها هم ردیفی کنار هم قرار میگیرن و دارای 2 ردیف سوزن هستند، دقیقا مثل سوزن M2 ولی با فاصله های بیشتر. تو عکس هم دقت کنید میبینید که جمع‌تر این بازتره. سوزن M1 سوزناش از هم فاصله شون بیشتره و سوزن RM مخفف مگنوم گرد. این سوزن ها مثل سوزن F و M2 و M1 ردیفی کنار هم قرار میگیرن و مثل M1 و M2 دارای 2 ردیف سوزن هستند، با این تفاوت که نوک این سوزن ها به صورت منحنی هستند. حالا نمای نزدیک این دوتا سوزن رو با هم ببینیم. سوزن M1 و سوزن RM یا CM. ببینید بچه ها، دارای 2 ردیف سوزن که به صورت ردیفی کنار هم قرار می گیرند. سوزن RM هم به همین صورت
دو ردیف کنار هم، فقط تفاوتش اینه که نوک سوزن‌های انوان توی یک ردیف، توی یک خط هستند. سوزن RM نوکش منحنی هستش و از سوزن انوان برای پر کردن استفاده میشه، برای رنگ کردن و پر کردن فضاها، و از سوزن RM برای سایه های محو استفاده میشه. به خاطر این منحنی بودن لبه این سوزن شما خیلی راحت میتونید باهاش سایه های محو بزنید و به پوست آسیبی نرسه. با این سوزن شما میتونید راحت تر به سوزنتون و به دستگاهتون زاویه بدید. آسیبی به پوست به آنچنانی نمیزنه، مگه اینکه خیلی دیگه تکرار کنید و زاویه خیلی تندی کار کنید با این سوزن. اینم از سوزنای تختمون. بریم سراغ ضخامت سوزنامون که بهش گرید گفته میشه. ضخامت هر یک دونه سوزن رو گرید میگن یا همون قطر سوزن. ببینید اینجا داره نشون میده که ضخامتش کمتره، باریکتره. گریدش 8، ضخامت بیشتر میشه. گرید 10 و ضخامت خیلی بیشتر، گریدش 12. ما گرید 6 هم داریم ولی خب خیلی کارایی نداره. بیشترین کارایی که دارن این گرید 10 و 12، بعضی وقتا هم 8. خب حالا این به چه دردی میخوره؟ گرید اون مثلا 12 به چه درد میخوره؟ گرید 10 به چه دردی میخوره؟ خب ببینید، شما میخواید یه فضایی رو پر کنید، رنگش کنید، حالا یا سیاه، قرمز، آبی فرقی نمیکنه، میخواید اون فضا رو پر کنید، بهتره که از گرید 12 استفاده کنید. ضخامت سوزن، ضخامت اون قطر سوزن هرچی بالاتر باشه، کاشت رنگ قوی تری دارید. پس قطر سوزنتون بیشتر باشه، گریدتون بالاتر باشه، برای پر کردن خیلی بهتره. پس بهتره که برای پر کردن از گرید 12 استفاده کنید. حالا میخوایم یه سایه محو ایجاد کنیم، یه سایه خیلی نرمی میخوایم بزنیم. خب برای این سایه های نرم و محو اون بهتر از گرید 10 یا 8 استفاده کنیم. هرچی سایه‌مون نرمتر و ظریفتره، هرچی محوتره، میخوایم رد سوزنمون کمتر بیفته، باید این گریدمون و این عدده رو بیاریم پایین تر. اگر خیلی محو و خیلی ظریفه از گرید 8 استفاده کنید. اگر زیاد ظریف نیست، طرحتون خیلی حساس است، مثلا پورتره نیستش، اگه پورتره میخواید اجرا کنید، حتما برای سایه های محوش از گرید 8 استفاده کنید. اگر پورتره نیست، مثلا سایه فیس یک شیر رو میخواید بزنید، از گرید 10 هم استفاده کنید، خیلی خوبه. فقط دقت کنید که هر چقدر این عدده میاد پایین تر، گریدتون کمتر میشه. مثلا 8 و 6 که حالا اینجا نیومده 6، خیلی سوزنتون ظریفتر و ضعیفتر میشه و امکان کند شدنش و حتی کج شدن نوک سوزن خیلی زیاده. به اینم دقت کنید موقع استفاده کردن از گرید 6 و 8 خیلی دقت کنید. خب بچه ها، برای خوندن اطلاعات سوزن، اطلاعاتی که پشت این بسته بندی ها درج شده به چه شکل است، ببینید یه سری اعداد و حروف وجود داره. حالا توی این مدل سوزن، مدل MRT، اومده با رنگ قرمز نوشته که جدا باشه و راحت شما بتونید پیداش کنید. ببینید یه تاریخ این زیر داره، زده تاریخ انقضا 6/2028. تاریخ انقضای این سوزن 6/2028 هستش. حالا تاریخ انقضای این سوزن دلیل بر این نمیشه که این سوزن خراب بشه توی اون تاریخا، که زنگ بزنه یا خراب بشه. این تاریخ استریل این بسته بندی هست. استریل این بسته بندی توی اون تاریخ تموم میشه. سوزنت نه زنگ میزنه نه کند میشه، هیچ اتفاقی براش نمیفته بعد از انقضای این تاریخ، فقط استریل این بسته‌بندی تموم میشه. و یه اطلاعات دیگه بالای این تاریخ انقضا داریم که
مشخصات سوزن رو نشون میده که باید دوتا از سمت راست خونده بشه. خوندنش به این صورت هستش که RL 3 گرید 10. این 10 گریدش یا همون ضخامت سوزنه. این عدد وسطیه، این دو رقم 0-3 تعداد سوزن رو نشون میده، یعنی 3 تا دونه است این سوزن. این حروف آخری هم که سمت راست قرار گرفته مدل سوزن رو نشون میده. مدل سوزنمون RL، تعدادش 3 تاست، گریدش 10 هستش. این مدل دیگه بیارین، این مدل دیگه یعنی این هم همون RL ولی گریدش فرق میکنه، تعدادش هم فرق میکنه. ببینید RL 7 گرید 12، تاریخ انقضاش هم 6/2028 هستش. پس بچه ها ببینید دوتا از سمت راست بخونید. RL 0712 مدل سوزن، تعداد سوزن، گرید سوزن. یه مدل دیگه هم ماسپرو رو اطلاعات پشتش رو بخونیم. ببینید این سوزن ماسپرو اینجا خط کشیدم. ببینید RS تعداد سوزن 7، گرید سوزن 12. RS 7 با گرید 12. تاریخ انقضاش هم 10/2028. حالا این مدل سوزن، مدل ماسپرو، تاریخ تولیدش هم زده 1/11/2023. بچه‌ها کلا همه سوزن‌ها 5 سال تاریخ انقضا داره. همه سوزن فرقی نمی‌کنه، تاریخ انقضاشون مشترکه و بعد از این 5 سال گفتم که اون استریل سوزن تموم میشه. خب بچه‌ها این ویدیو هم به پایان رسید. اگه براتون مفید بود لایک و سابسکرایب یادتون نره.